خب بریم سراغ باقی مونده کار ماکارونی. اولا این قابلممون رو عوض کنیم یا پاتیلمونه. ببینین روغن ریختم، یه خورده زردچوبه ریختم، الان اینطوری قاطیش میکنم یه دست. بعد ماکارونی هم با آب سرد باید جابجاش بکنی یا روش بریزی که اون نرمی زیاد از بین بره که خراب نشه. این موادمون هم هنوز داره میپزه، باید طوری باشه که آبی که داخلشه از بین بره و خوردش بره. خب این به خاطر بعضی از بچه ها که خیلی دوست دارن، من معمولا یه چند تا دونه سیب زمینی رو برمیدارم و یه کوچولو نمک هم روشو میریزم، میذارمش توی ماهیتابه یا داخل قابلمه، هر جا که حتی برای برنج هم میشه همچی کاری کرد. نون، سیب زمینی، کاهو، خلاصه همه اینا رو میشه به عنوان تهدیگ ازش استفاده کرد. ما ایرانیان که خیلی عاشق تهدیگیم. این از سیب زمینیمون یا به قول بوشهریا آلو. ما به سیب زمینی میگیم آلو، به آلو بخارا هم میگیم آلو، یعنی دوتاش آلو بخارا. ببین این نونه، نون لواش. حالا این به خاطری که خیلی خشک بود ما وسطش یه خود آب زدم به این نونه که یه خود نردر بشه که تحریکم خراب در نیاد. بیا نمیخوام چند لایه نون بذارم که تحریک خیلی زمختی به ما بده، تحریک نرم ترد خوشمزهی در میاد. اینم از نون. ببینید حتی وسط سیب زمینی هم زیاد چیز نون و اینا نمیذارم که یه خورده ماکارونی بره داخلش. این هم باقی مونده ماکارونی قشنگ با دستتون شسته ما حواستون باشه. یه ذره از این میریزیم، درسته؟ بعد از این مواد از اون جایی که آب کمتری داره میزنم رو سر ماکارونی. یه کوچولو، نه زیاد، یه کوچولو همش میزنم که جاهای دیگه‌ش هم رنگ بگیره. باز باقی موندهش میریزم. دوباره مواد روشو میریزیم. بازم یه ذره کوچولو، نه زیاد، قاطیش میکنم. خب الان میبینید یه ذره کوچولو مونده داخلش مواد. الان شعله گاز خاموش کردم، باقی مونده ماکارونی رو میریزم داخل. راحت دیگه نمیخوا کاری بکنی، همینطور آروم آروم همش میزنم که بعد هم مایتابه تمیز بشه، همین که کل مواد به خورده ماکارونی بره. بعد میریزیمش داخل قابلممون، بعد دم کنیم میریم روشو یا علی میریزیمش دم بیا. اینم طرز درست کردن ماکارونی. خدا بیامرزه، یکی از فامیلامون خیلی سال پیش، 35 سال پیش ماکارونی تازه اولین بار دیدم. ازش سوال کردم چه درست میکنی؟ گفت مکرانونی. گفتم خب اسم مکرانونی و پای چه درست میکنی؟ گفت کمی نخل لوبیا عدسی قاطی میکنم میپزم، یه خورده ساس طماطه هم میزنم قدش، یعنی رب گوجه فرنگی، نخود لوبیا و عدس هم میپزم، پای ساس طماطه قاطیش میکنم، میلم لی ماکارونی مکرانونی و بعد دمش میدم. ایقه خشه قیومته. گفتم دست درد نکنه که یکی یادمو داده، من همین کار میکنم. ولی بعد طرز تهیهش کاملش گفتم
شما هم هر مدلی که خواستین عشقتونه درست کنین.